دانشجوی سال آخر رشته معماری که بودم ترجیح دادم که بیام کنکور تجربی بدم و داروسازی دانشگاه تهران بخونم. خیلی سختی کشیدم، روزی 13 ساعت 14 ساعت درس می‌خوندم توی اتاق 12 متری، سال کنکور میدادم و قبول نمی‌شدم. همه دوستای من کنسرت میرفتن، دیت میرفتن، این بر میرفتن اون بر میرفتن، من یه دختر جوون نشسته بودم توی اتاق و فقط کتابامو بالا پایین می‌کردم. گذشت تا یک سالی که سال آخر بود رتبه من شد 3200، یعنی سال بعدش من 100% به خواسته خودم میرسیدم. یهو به خودم اومدم، من تازه توی مسیر خودشناسی اون موقع قرار گرفته بودم، به خودم اومدم گفتم آیا من اصلا سالی که قبول بشم، یعنی من خوشبخت‌ترین آدم روی زمین خواهم بود؟ این همون چیزیه که من می‌خواستم. وقتی نشستم با خودم خلوت کردم دیدم من اصلا به رشته تجربی علاقه ندارم، من از دارو، از درمان، از بیماری متنفرم و اینکه اگر برم وارد این رشته بشم 30 سال زجر و زحمت رو فقط برای خودم خریدم. اونجا بود که یه چیزی عین زنجیر چسبید به گلوی من و منو ول نمی‌کرد، رها نمی‌کرد. من می‌خواستم از این خواسته رها بشم اما نمیتونستم. بازم داشت مغز من با من در چالش بود که چرا می‌خوای رهاش کنی، این همون آرزویی که داری براش تلاش می‌کنی. خیلی زحمت، خیلی تلاش، خیلی خودشناسی، خیلی آگاهی به من کمک کرد تا من بتونم این چارچوب ذهنیه رو که حالا از خواسته های والدین و اجداد به من رسیده بود بشکنم و الان خدا رو شکر بعد از سالها من در جایی قرار گرفتم که از لحاظ آرامشی که اصلا نمیتونم مقایسه بکنم با اون شرایط کاری یا شرایط زندگی مثلا دانشجوی داروسازی بودن و از لحاظ مالی هم که چندین و چند برابر یک دکتر داروساز درآمد دارم. خواستم